اون شخص گفت که یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابه نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. درست نمیاد. اولیف با تو گپ دارم. گپ زن. چیزی که تو حاضر گفتی جدی بود؟ مگر از حالات اولیف با تو چی شد؟ چیزی نشده است. نه تو امروز دیگر خلاستی. سخنهایت حرکتهایت عجیب است. امروز با پای چپ از خواب خستم. اولیف مرا نرنجان. جان تو را سوزاندن میخواهند. جای او میسوزد. بعد تو هم میسوزی. نیایی شکل نرنج. Последний раз, любовь моя, последний раз взгляни в глаза. Последний раз ты оглянись. Скажи, что я люблю тебя. Последний раз молю тебя. Последний раз. Последний раз. Последний раз. За окном. هیچ فهمیده نمیتونم. اگر در دلت یکون گپ باشد روی روز گپ زن. چی شد؟ یکی سردار؟ یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم و اون خوابه نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. نگاه کن. تو در حقیقت آدمی خوبی، اما من از حیات مشترکمان یگان امید دارم. نمیفهمی آیشه گل، ما به یکدیگر تنها خلل میرسانیم و خلاص. چی خیل؟ در این تشکیلات احساسات من نبود مگر؟ عاشق شدن، دوست داشتن من نبود مگر؟ همه این اکنون به خاطرت اومد؟ بله، حاضر به یادم آمد. چی شد؟ بسرت خیش افتاد مگر؟ نه، احوال بالتا رو ندیدی مگر؟ امروز بالتا، پگاه ظریف، روز دیگر من یا تو. ما در زیر باران تیر زندگی داریم. اگر پگاه مرا کشند احوال تو چی می شود؟ از این بدترش اگر به تو یگان حادثه روی دید من چی کار میکنم؟ ما این راه رو خودمون انتخاب نکرده ایم یا میترسی؟ از مردن تو میترسی؟ چه ها میگویی؟ نخواد من از مردن ترسم ها؟ من تنها از گم کردن آدمان دوست داشتم میترسم. از این همه میترسم. راست میگویی؟ اما من بار دوست داشتم را گم کردم. من هم پدرم را گم کردم. جان ابوبکر صدیق هایی که میخوندی یکی هست هنوزم بیقرارم. چه وقتایی که بغض میکردم اما تو بودی و صدای نازنینت تو میگفتی همس با عشق یکی نیست بیقرارم.
بیزارم از وقتی که مردی. هنوز باور نکردم رفتنت. صدات میپیچه بازم توی گوشم. چقدر بیزارم از اون جمله تلخ. تو خوندی که یکی هست توی قلبم که هر شب واسه اون مینویسم و اون خوابه. نمیدونستی که هر شب واسه تو میخونم و حالا دیگه تو خوابی. چقدر اون لحظه ها رو دوست دارم، نذاشتی حس کنم دلتنگیامو. تو رو آسون گرفت اون صبح پاییز، بهت فرصت نداد تقدیر